با سلام و درود خدمت همه دوستان عزیز. با آموزش HTML CSS برای ورود به حوزه فرانت اند در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. در این جلسه می‌خوایم در حالت کلی در ابتدا به شما بخش‌های مختلف وبسایت و تولید اون رو بهتون بگیم و در ادامه یه مقدار در مورد فرانت اند صحبت کنیم و در انتهای جلسه در مورد HTML و CSS به صورت مختصر بگیم تا برای استارت کارمون شما هم بدونید که می‌خوایم چه چیزی رو یاد بگیریم. بنده محمد عرفان امرودی در خدمت شما هستم برای شروع دوره ورود به فرانت اند. ابتدای کار اگه بخوام در مورد یه مطلب برای شما صحبت کنم، باید در مورد طراح کار صحبت کنم. UI UX کار که برای شما طراحی رو انجام میده که فرانت کار، بک اند کار و دیتابیس کار یا انواع مختلف کدنویسا از روی اون طراحی میان وبسایت رو انجام میدن. و حالا تفاوت UI و UX چیه؟ یه سری افراد هنوز تفاوت اینا رو نمیدونن، هرچند شاید خیلی مدت باشه که دارن این کارا رو انجام میدن، ولی خب یه مقدار بین این دوتا دو به شکن که آقا هنوز یعنی چی. اگه بخوام به صورت مختصر بگم، UI در واقع میشه بخش اصلی ظاهر کار. یعنی چی؟ یعنی آیکون ها، استایل ها، عکس ها و متن ها کجا باشن یا اینا میشه UI کار، و در واقع UX میشه اون کارهایی که اینا انجام بدن. مثلا شما موس رو میگیری روی یه عکس، یه اتفاقی میفته، اون میشه UX کار. یا مثلا دکمه ها به چه شکل و شمایلی تکون بخورن، یا مثلا انواع فانکشنال لینک ها مثلا به کجا وصل باشن، اینا میشه UX کار. حالا UI UX به چه برنامه‌هایی این کار رو انجام میده؟ با برنامه‌ای مثل اسکچ، فیگما یا ادوبی XD که خب فیگما الان خیلی معروفه، ولی خب اسکچ مدل جدیدن اومده و جدیدن خیلی ازش استفاده میشه توی سطح جهان. حالا که ما از بخش طراحی گذشتیم، تازه وارد مبحث اصلی و کدنویسی میشیم. مبحثی که ما میخوایم توی این دوره شروعش رو به شما یاد بدیم مبحث فرانت انده. خب که فرانت اند در واقع میشه، اگه بخوام تفاوت اصلیش رو با بک اند بگم، شما وقتی سرچ میکنید توی گوگل یا هر سایتی، تمام ظواهر کاری که میبینی میشه فرانت اند. تصاویر، متن ها، اسلاید ها، لینک ها، هر چیزی که شما میبینی میشه فرانت اند. خب و هر چیزی که نمیبینی میشه بک اند. حالا یعنی چه هر چیزی که نمیبینی میشه بک اند؟ یعنی مثلا کارهایی که شما در واقع داری با سایت انجام میشه بک اند. ارتباط بین کاربر و سایت بک اند. شما وقتی مثلا اطلاعات رو وارد کنی، اون بک اند کار در واقع یه چیزی نوشته که اطلاعات شما رو بتونه ذخیره کنه. شماره تلفن، ایمیل، عکس یا هر مطلب دیگه‌ای یا هر نوع ارتباطی که بین کاربر و سایت انجام میشه در واقع با بک اند انجام میشه. و حالا تفاوتشون که دونستیم، میخوایم یه مقدار بیشتر در مورد فرانت بدونیم، چون قرار کار خودمون باشه. اما HTML CSS در واقع اسکلت و بنیه اصلی سایته. یعنی ما میخوایم کارمون که شروع کنیم معمولا با HTML CSS و حالا جاوا اسکریپت شروع میکنیم. در واقع اسکلت و بنای اصلی سایت ها HTML هن. پس شما حتما برای استارت کار فرانت اند باید HTML CSS رو بلد باشی. میشه که شما به جاوا اسکریپت یاد بگیری، ولی خب لنگ میزنی، باید دوباره برگردی به گذشته و برگردی به عقب HTML CSS رو یاد بگیری. بیشتر افرادی که میبینید بعضی وقتا یه سری از باگ‌های سایت ایجاد میشه براشون به خاطر اینکه کامل HTML CSS رو یاد نگرفتن. و برای شروع کار واقعا HTML CSS خیلی ساده است و شما خیلی راحت میتونید وارد حوزه فرانت اند بشید. حالا در ادامه HTML CSS به شما توصیه میشه که حتما جاوا اسکریپت رو یاد بگیرید تا کامل کننده فرانت اند برای شما باشه. و در ادامه کار اگه بخواید واقعا یه فرانت کار حرفه‌ای باشید، یکی از فریم ورک های جاوا اسکریپت رو حتما ادامه بدید که حتما به گوشتون خورده. فریم ورک های مثل ریاکت، ویو یا انگولار که تفاوت اصلی اینا توی سینتکس و نحوه ارائه کدشونه، اما تفاوت اصلیشون اینجا اینه که مثلا شما توی شرکتی که دارن پروژهشون رو با ریاکت میزنن، نمیتونی با انگولار وارد بشی. خب مگر اینکه بعضی از شرکت‌ها الان یه سری پروژه‌های تلفیقی ارائه میدن که شما میتونی مثلا یه سری بخششو با ریاکت بنویسی، یه سری بخششو با انگولار، یه سری بخششو با ویو. اما در اصل کار مثلا اینه که شما می‌خوای همکاری کنی با یه گروه ریاکت، باید حتما ریاکت بلد باشی. به خاطر این بسته به انتخاب شرکت‌های مختلفی که شما کدوم فریم ورک جاوا اسکریپت رو انتخاب کنید. وگرنه توی حوزه فعالیتشون هیچ فرقی نمیکنه. شما میتونی یه سایت فروشگاهی رو بر کنی از اینا بزنی، یه سایت خبری رو میتونی بر کنی از اینا بزنی، فقط سینتکس و کدشون فرق میکنه، وگرنه ارائه دهندهشون یکیه. حالا که وارد بک اند بشیم، احتمالاً زبانهای معروفی مثل PHP و ASP و C# و جاوا به گوشتون خورده و بهتون توضیحاتش رو دادم که چه جوریه. اما
مطلب که میخوایم در موردش صحبت کنیم توی این دوره بک اند نیست. صرفا میخواستم بگم که شما آشنایی داشته باشید و تفاوتش رو با فرانت اند بدونید. اما گذشته از این دو حوزه ما وارد حوزه سوم یعنی دیتابیس میشیم. در واقع بک اند کار که اون اطلاعات رو از شما میگیره توی یه جایی باید ذخیره کنه دیگه. به اون جایی که ذخیره میشه میگن دیتابیس، که حتما به شما SQL سرور و مای SQL و مونگو دی بی اینا به گوشتون خورده، یا مثلا اوراکل. با استفاده از اینا میشه اطلاعات شما رو ذخیره کرد تا هم برای بک اند کار دستش باز باشه، ولی خب هیچ ربطی به فرانت کار نداره. فرانت کار صرفا فقط میتونه با بک اند کار ارتباط داشته باشه برای اینکه بدونه چه کاری رو باید راحت‌تر ارائه بده که مثلا بک اند کار بتونه از اون استفاده کنه. اما توصیه‌ای که میشه اینه که همه حوزه‌های کامپیوتر هر کی بخواد هر حوزه‌ای کار کنه حتما مبحث سرور رو بلد باشه. مباحث مثل دامین، هاست، شبکه که بسیار مهم هستن مخصوصا برای بچهای بک اند کار، که چون حالا بیشتر چیزای دیتابیس و سرور رو میگن بچهای بک اند کار انجام میدن، اما خب مثلا افرادی که فرانت کار هستن خودشون میتونن با استفاده از اطلاعات خیلی مختصری که در مورد سرور و هاست و دامین دارن یه سایت با وجود HTML CSS بیارن بالا. یعنی شما حتما لازم است PHP یا ASP بلد باشی و بنویسی تا بتونی سایتتو آنلاین کنی. با استفاده از HTML خالی هم حتی شما بتونی سایتتو آنلاین کنی. اما این ارائه این توصیه میشه به افراد که سرور حتما یاد بگیرن، چون حتما تو گوشه و کنار پروژه هاشون یا حتی چه پروژه های خودشون تنها دارن کار میکنن چه پروژه های شرکتی سرور خیلی به دردشون میخوره. اما توصیه که تموم شد، ما میخوایم حالا وارد بخش اصلی پروژه خودمون یعنی دوره خودمون HTML و CSS بشیم. در واقع شما وقتی استارت کار میزنی یه اسکلت و بنای کاری داره دیگه پروژت. اسکلت رو با HTML می‌نویسن. تگ های HTML مختلف مثل تایتل که اسم سایت رو عوض می‌کنیم، مثل متن های مختلف به صورت پاراگراف یا به صورت هدر که با اچ نشون میدیم، عکس ها، لینک ها، هر چیزی که شما فکر کنید که برای اینکه ما ساختارش رو درست کنیم با استفاده از HTML. و اگه شما می‌بینید که شکل و شمایل سایت خیلی خوشگل و گوگل بنگولی و دارای عرض و طول مختلف و رنگ‌های مختلف و سایه‌ها و غیره هستن، با استفاده از CSS که انجام میشه. پس در واقع شما با HTML وارد میکنی مطالب رو و با CSS بهشون طراحی میدی، بهشون مطالبی رو اضافه میکنی که UI UX کار اول پروژه بهت ارائه داده. تو در واقع با استفاده از کد اینا رو پیاده میکنی. و حالت کلی بخوام بگم از 100 نمره درصد سختی HTML CSS واقعا 20 هم نیست و فوق العاده آسون و راحت شما میتونی یاد بگیری و با تمرین مختصر یا زیاد میتونی تو این کار حرفه‌ای بشی. امیدوارم که تا اینجای کار از این جلسه کمال استفاده رو برده باشید و مشتاق شده باشید که جلسات آینده رو ببینید و قشنگ برید تو بطن فرانت و حوزه زیبای وبسایت.